ای مردم، حرمت پروردگارتان را نگاه دارید که زلزله روز قیامت واقعه بزرگی است. روزی که هر مادر شیر دهنده ای را می‌بینید که طفل شیرخوارش را از یاد می‌برد و حتی هر حامله‌ای جنین خود را از عظمت آن روز می‌اندازد و مردم را می‌بینی که چون مستان حیران و از خود بیخودند، اما در حقیقت مست نیستند. عذاب الهی شدید است. گروهی از مردم هستند که بدون علم و آگاهی در مورد خداوند مجادله می نمایند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند. بر او شیطان چنین نوشته شده که هر کس او را دوست بدارد او نیز گمراهش گرداند و به عذاب آتش راهنماییش کند.